آیا باعث ناپدید شدن چوپان در این مکان شما بودید؟ یا خود بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابوالفضل چی؟ خانواده وحشت ایرانی سلام. ما امشب اومدیم با یه جستجوی بسیار جذاب، یه داستان خیلی عجیبی پشت این مجموعه که می‌بینید پشت سر من هست. من با همراه مهدی و علیرضا. داستان از این قراره که یکی از دوستان ما اینجا رو به ما معرفی کرد. فقط اینو بهتون بگم، اینجا قبلا ظاهرا والا نمیدونم یه سالونی چیزی بود که رها شده، ول شده، نمیدونم دقیقا چیه، ولی میگن ظاهرا یه سالن قارچی بود که حالا ول کردن، کارم پیش نگردن. این مسیر چون پشت سرش جنگل و دشت و اینا هست، مردم گوسفندا رو میآوردن اینجا نگه می‌داشتن. صاحب این گوسفندا یه دونه چوپون داشت. این چوپون از کشور همسایه برادر ما افغان بود. بعد یه مدت که میان ظاهرا میومد این مسیر میرفت، یه مدتی ازش خبر نداشتن. ظاهرا بلند شدن اومدن داخل این مجموعه بررسی کردن، دیدن گوسفندا هستن ولی چوپون نیست. یه چند روز این مسیر رو گشتن، این اطراف رو گشتن، اینا چیزی پیدا نکردن و ظاهرا میگم بسیم که حالا یه سری لباسات و یه سری چیزا پیدا کردن که دیگه پیگیر نشدن. این پرونده تقریبا هنوز بازه و بسته نشد و هنوزم پیدا نشده. حتی به خانواده‌اش که تا داخل ایران بودن و چه خانواده‌ای که داخل افغانستان بودن پیام دادن ولی هیچ خبری ازش نشد. حالا امشب به ما گفتم ما اومدیم اینجا ببینیم داستان این مجموعه خیلی حالا خوفناک هم هست، یه ذره ببینیم چیه. بریم با هم دیگه دوربینا رو کار بذاریم و ادامه داستان. عالیه عالیه. بسم الله الرحمن الرحیم. این چی بود؟ الله شیطان الرجیم. بچه شروع کردن. اینا این دفعه شروع کردن. خیلی خوب. بریم مثلا اول شروع کنیم. و واقعیتش خودمونم نمیدونیم با چی طرفیم. حتی چه خبر اونجا؟ چیه؟ چه اینجوری ساختن اساسا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه اصلا این عجیبه. چی امید اونجا؟ نمیدونم، چه خاک ریخته. ساخته چه مثلا؟ بریم داخل. اتاق به اتاق میزنیم دیگه. تو این سمت برو. یا الله. چی اینجا؟ چرا انقدر سرویس پی داشتید؟ اونورم همینه؟ یه ذره حمومه بکنم. نگاه بخواستن حمام بزن. خب این ورش چیز؟ چه خبره اینجا؟ نمیدونم. یا ابوالفضل. یه لحظه صبر کن، اینجا غیر عادیه. ما هنوز کاری نکردیم، فقط اومدیم داخل. ما حتی بررسی هم نکردیم وقتی اومدیم داخل. ما تازه شروع کردیم آخه. چرا اینجوریه اینجا؟
یا پیغمبر. بسم الله الرحمن الرحیم. شما رو نداریم. ما صرفا فقط اومدیم اینجا یه ارتباط بگیریم. لطفاً با ما همکاری کنید. بازار وضعیت شما رو نداریم. این چیه این تو فرو کردن؟ چیه؟ امید جانمون، من تو این اتاق بغلیم. حاجی بیا اینور رو ببین. اینجا دیگه کجا میشه؟ کدوم اتاقی؟ این درخت چیه؟ درخت انجیر چیه این؟ انجیره. انجیره نه؟ وسط یا خدا چی یه چیزی من این تو دیدم. جدی میگی؟ بسم الله بسم الله بسم الله. اینجا رو این چیه؟ دنجر. این چیه؟ خطر. با این که اینجا این خارج از شهر، نزدیک جاده است. یکی از یه چیز مهمی که هست اینجا توی یه تنگه ایه قشنگ اون سمت و پشت سر ما کلا جنگله، به قول معروف جنگل های هیرکانی شماله دیگه. یه ببخش یه بند است اینجا یه ذره عجیب نیست. چی دیدیم بر نمیدونم احساس کنم خیلی قدیمیه اینا. این چیه؟ چه حیوانی؟ پشک چه حیوانیه؟ اسب باشی دوتا خود داره. نمیدونم. بیاین بیرون بزنین بیرون از این اتاق. چه وجودی اینجاست؟ وجود ماورای حاضر در این مکان. ما قصد اذیت و آزار تو رو نداریم. دیوارها بیشتر دارن. ما فقط برای یا ممنونم. از شما من نگفتم ممنونیم. نشونه بده. ممنونم که دارید با ما همکاری میکنید. مرسی. یکی میخوای بریم اون ساختمون پشتیه؟ امید بیا اینجا جدا نمونیم بهتره. یا ابوالفضل یه حاله ای رد شدیم، چقدر بزرگ بود. وای این پشت نگاه. همزمان با من داشت راه میومد، شبیه اسب، شبیه سایه اسب بود، انگار داره تاخت میکنه. فضیه چی بود اینجا؟ اسب. صدا بیرون. من رفتم چیز خواستیم بریم پشت. بچه ها نگاه کنین این قسمت جاده است، بعد اون پشت جنگله. تو این تصویر قشنگ دیده میشه این تپه‌های جنگل. شما از این پشت بریم از این وسط بیام، شاید چیزی. کی تو کار کرد؟ میزنه. هستن حاجی دارن کنارمون قدم میزنن. بگیر واقعا انگار داره راه میره. یا خدا یه لحظه خدا وکیلی انگار دارم بغل دست من راه میره. چی داره میگه؟ من قشنگ دارم احساس رو میکنم حاجی کنار خودم.
علی اومدی؟ چی احساس کردی؟ چیز دیدی؟ ها؟ بغل ما داره راه میره کامل. مدام هست. بوی به نظرتون چه موجود اینجا زندگی میکنه بچه‌ها؟ ها امید؟ نمیدونم چرا ولی اسم میکنم دیوه. نمیدونم بس یعنی یه سر چیزی در که داره میکشه، چون اصولا دقت کنی دیوم میگیره. خب با سر در بیاریم. آره ما بچه ها اومدیم برای اینجا برای حل مسئله. بکنم اولین کلیپیه که یه مشکلی رو مطرح کردن که عجیب غریب بود و ما آمدیم برای حل مسئله. انجام بدیم. یا خدا بچه اینجا خیلی خطرناکه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله لا حول ولا قوة. داره کجا میاد میباره. این صدا؟ تو راه میره بالا، من دارم پشت میگیرم چه؟ سقفو. بسم الله. چیه؟ توالت. من یادتون باشه پیش پمپ بنزین داشتم تلفن حرف میزدم، از یه نفر پرسیدم این یارو به خاطر اون آشنایی دیگه داشت، گفت این یارو وامش هم حتی نگرفت، خب یعنی مبلغ وامو نه بازی تکون خورد. بسم الله. من دیگه مطمئن شدم. سریعتر اینجا باید پیدا کنیم. بسم الله الرحمن. یا پیغمبر یا امیرالمومنین داداش اینجا دیگه خیلی دارن حرف میزنن دیگه با ما. نه نمیدونم چی باید بگم. چیکار کنیم به نظرتون؟ من دیگه دارم عصبی میشم بچه‌ها. این دیگه بالا سر من زد. چیزی نیست مبر. من دیگه واقعا خیلی دارم عصبی میشم. نه سبو از اونا اصلا میگن خیلی یهو سر صدا داره که دیگه دارن ایجاد دارن میکنن. یا بچه‌ها بیاین. چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بیا داداش پیدا کردی. چه خبره اینجا؟ این چیه؟ چه خبره اینجا؟ این چیه؟ مراسم داشتن. سلول برعکس مراسم داشتن. اینو چی زدن؟ بچه این که اینجا مراسم میدونیم به همه الان میدونیم اینا رو دیگه. این چرا؟ چی آوردن؟ چی میخواستم بیارن اینجا؟ چرا از این اعداد باعثی استفاده میکردن؟ اینو ببین رو زمینه. آره خرابش کردن انگار. نرو پادو نزد کجا دست میدنیم اصلا؟ چی سگمه هم بیرون شروع کردن. یعنی چی؟ چه خبره اینجا؟ من میگم چرا اینجا اینطوریه؟ چرا انقدر سر صدا؟ چی بده کردیم امید؟ باز لباسه؟ حاجی ما چند تا لباس دیدیم. یه زیر لباس اون بعد دیدیم چیه این؟ اینم هست؟ چیه این؟ شلواره. گونیه؟ شلواره. اینم تیشرته. بذار ببینم. تمام چیزی فکر میکنه که من فکر میکنم امید؟
جدی میگی؟ علیرضا گرفتی داستانو؟ ستاره است این دفعه. علیرضا با من باش، گرفتی یه لحظه داستان چی شد؟ بردن. ببین ما توی اون ساختمون یه تیکه لباس اونجا افتاده. یه تیکه لباس دیر اونجا ما دیدیم. اینجا هم که الان این شلواره، اونم یه تیشرت. دقیقاً بعد توی این تو همین اتاق اتاق. چه خبره؟ من میگم یه دیو زدن. نه مطمئن نیستی، نمیدونیم چه چیزی رو ادامه دادن. یعنی اول یه دور مراسم گرفتن بعد بردن یا اول بردن. اینو باید بفهم. چی بود این؟ آدم داره راه میره؟ خودم این باید حاجی اونور داره صدا میاد. بیا. بچه‌ها برگردین تو همون اتاق، هر چی هست به همون اتاق مربوطه. بیاید دوباره از اونجا صدا من شنیدم. بیاید ببینم. من دیگه سر شدم. بیاید ببینم چه خبرتونه بارمون کردی. اینجا رو نگاه، اینجا ببین چه چقدر خبرتونه؟ تمیزه. چیه؟ اینجا رو دیدی چقدر تمیزه وسطش. بیاید اینجا ببینم. اینجا باید بفهمید دوستان چه خبره. من اصلا نفهمیدم چجوری دوربین دستم بود. بچه‌ها من فقط اینقدر بهتون بگم که اینجا احضار خیلی سنگینی زدن. خب و مشخصه نمیدونم اصلا منظورشون چی بود. یه سوال بگو الان. این نواد پشتتو نگاه کن یه لحظه. منم همین رو داشتم میگم. صلیب برعکسه. اصلا نمیدونم چی کار می‌خواستم بکنم. ما اگه مثلا مسلمون باشی چی رو خواستن دعوت کنن؟ مسلمون باشی صلیب مالی بکشن. نمیدونم چی بیشرف چه موجودیه. یه لحظه بیام بریم دو اتاق. ما اصلا چی دیدی امید اونجا؟ اونجا که تو بیشتر فهمیده روی دیوار باز شاید چیزی کار گذاشته باشه. یا فرض چی من دارم. چی شده؟ چی دیدی؟ چی چیزی دیدی داشت؟ چه خبره؟ چیه اینجا؟ چی احساس میکنه انگار یه اسب داره به زمین میزنه میخواد یورتونه بده شونجی میکنه. نه عریضه بیا نه اوکی دادا؟ چی دیدی؟ من رفتم همه جا رفتم گشتم. امید تو چیزی متوجه شدی؟ نتی یه چیزی بخون من دیگه واقعا سر شدم. بچه‌ها من تو این اتاق دارم صدا میشنوم. انگیزه ای ندارم برای آفرین داره پا میکشه. بیا اینجا ولش کن. چی بود؟ من زدم. کیتو کجا رو میزنه؟ یهو میزنه. چه خبر اونور؟ یا خدا چه خاکی بلند شده اینجا. من نفس نمیتونم بکشم اینجا. هیچ خبری نیست این بر. خیلی خاک گرفته اینجا رو. بچه این پشت چالاست. داره یه همزمان نزدیک بود بیفت. انگار یه گله ول کردن این داخل نمیشه نفس کشید. چون روبرو اگه واضح باشه براتون یا نه گوشی من کنم. خدا مراقب باش جنگله.
کلا جنگله. جینجه داره میزنه خیلی ها. جینجه خیلی امید داره اون وقت میزنه. خطرناکه بیم رای. برگرد. بچه‌ها من میگم سریع فیصله بدیم ارتباط بگیم، من این سم میام وسایل میگیرم. موافقم، برو روش برو. حل. مراقب باش دادا. بچه‌ها اینجا چیز عجیب غریبیه. من نمیدونم داستان اینجا چیه. لحظه این دوربین، این چراغ چرا افتاد؟ چی رو داره میگیره پس این؟ چرا خاموش هستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نشونه یا چی نیست اینجا؟ یا خدا. امید اینجا من اومدم دیدم نور صفحه گوشی کلا سیاهه، بعد یکی از چراغ قوا افتاده خاموشه. اصلا جای عجیب غریبیه. شما چرا اومدین باز؟ داریم اومدیم بعد میگم تو راه بودیم من گوشیم خاموش شد. مگه میشه؟ به خدا دوربینم از دست دادم. الان کدوم دوربین؟ دوربین که همونجا بود. من نور صفحه‌شو زیاد کردم خدا. بیا امید. چی؟ بچه‌ها بیاین کار یه سر کنیم بره. این چراغ قوه افتاده بود. نور صفحه هم رفته بود کلا. بریم داخلی. بسم الله الرحمن الرحیم. او قتلگاه نمیدونم، تو میگی همون جایی که نوشته اینا بود؟ ولی هر چی که هست همون رو کرده باشه. این لباسا هم که ما دیدیم نگاه نرو خدا. چقدر گردباد زیاده که بچه ها هر کدوم از شما که دارین کلیک رو میبینین اطلاعات و کارنسی از این علائم دارین به ما بگین، توضیح بدین تو کامنت ها که داستانش چیه. عدد 33 چرا هست؟ بعد ای خدا دور داریم خیلی طبیعیه قشنگ. ولی رضا بگم الان اگه یه ذره صدامون باز. بسم الله الرحمن الرحیم. من دیگه نمیتونم نمیکشم بخورم. آروم باشه من این مندر میکشم. بیا اگه صدامون فقط واضح نیست بخاطر اینکه گوشی مهدی رو از دست دادیم. آره. گذاشتیم روی این با صدای خود گوشی داره فعلا میگیره. میکروفونا رو از دست دادیم. آره. گوشی مهدی از دست رفت. تصمیم الان برای این شد در نظر خودم رو اینه که ببینیم ما الان میدونیم اومدن ظاهرا چیزی که مشخصه حداقل واقعا چیزایی که ما دیدیم و سرسبایی که شنیدیم و واقعا یعنیش هم داریم میشنویم. من میگم نمیدونم چی الان باید بگم، فقط میخوام این پروژه تمام بشه و برم خونه. خیلی فشار رومونه، خیلی واقعا فشار رومونه و حالا ادامه میدم صحبتامو. ببین ما میدونیم اینجا یه کاری انجام دادن، حالا دلیل نمیتونم الان بیام واقعا بگم که چه بلایی سر اون چوپان اومد، ولی خب یک سری چیزا حداقل داریم میبینیم، یک سری نشونه‌ها دیدیم، دریافت کردیم. آره با دستگاه ارتباط میگیریم. مثلا من اول یه مندل میکشم. آره خودمون میایم داخل مندل وای میسیم و اینکه حالا سوالامون رو میپرسیم. شروع کنید. اندازه است که 3 نفرمون بتونیم توش بایستیم. میشه اتاق پیش جای نه.
واقعا جای عجیب غریبی. من تا حالا تو عمرم اینجور جا ندیدم. این همه جا رفتیم با هم. الان دقیقا میخواد چجوری پاکسازی کنیم اینجا رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک نظر توجه نکن تو قسمت خروج یادت باشه جنگل نشه دیگه اینقدر سر صدا زیاده، من دیگه سر شدم، اصلا برام فرقی نداره که میخواد بکنه یا بذارید خب بگی مثلا من نمیخوام ببندم و میخوام یه مقدار مندل یه ارتباط میگیریم با دستگاه نظر از اونا با دازینگ یا دستگاه؟ با دستگاه اول سعی میکنیم داشته باشیم ببینیم چه جوریه. حالا از دازینگ مثلا میکنیم کمک بگیریم ببینیم مثلا با چه چیزی قراره ما روبرو بشیم حداقل. حالا من بعدش یه چیزی پارسلتون جا میشه نه لاغ چه لاغ میخوای 3 تا جدا بکشیم وایسا؟ نه جدا مثلا نیاز نیستش نه 3 تا جدا منظورم اینجوری جان چی؟ نگاه کنیم اینا کشیدم برای موارد خیلی ضروری بشه قرار نیست توش بایستیم. اصلا ممکن اصلا به کار برام نیاد. میشه شروع کن. میخواد موازی یه خود بگیرم باید دو سوال ازش بپرسیم. لب پنجره باید هست که یارو میشه یود سنگمن پرد میکنن در مرسه برسیم. خیلی تمام اسم بس بیامون سوالم رو مطرح میکنم. میدونین ها ولی خب میپرسم از دوزون هم میپرسم. ازو چرا برسیم؟ آیا موجود ماورایی در این مکان وجود داره؟ بله. آیا در اینجا مراسم خاصی برگزار شده؟ موجود شیطانی ارضا کرده 100% دیگه این داداش. بپرس که واضح آیا سرصداهایی که همین الان داره اینجا اتفاق داره میفته از شماست؟ یا خدا ولش کن بابا ولش کن. سوالم رو ادامه میدم و ممنونم از همکاریت. آیا تو قصد آسیب زدن به ما رو داری؟ داشت این چه سوالیه این داشت الان اینجا سخت رو سر ما داره پایین میاره. دیگه نمیتونم. بچه‌ها بیاید داخل مادر ما ببرم. بیاید داخل. بپرس سوال ادامه بدم. بپرس راجع به اون چوبونه بپرس. چی سوالی می‌پرسی؟ باعث ناپدید شدن شما. آیا شما باعث سربنیز شدن و یا ناپدید شدن آن چوپون شدین؟ چیکار کردن باش؟ کجا بردنش؟ بیرون نرسن. چون هر اتفاقی که افتاد من در بیرون نرسن. آیا وجود شیطانی که اینجا هست افریته؟ زبالا دوباره اسم زبالا اومده. بچه نمیدونم صدای ما رو میگیره؟ نگاه بگیر. زبالا یادتونه دیگه. چرا دوباره زبالا؟ چند نفرن؟ شما چند نفرین اینجا؟
آیا باعث ناپدید شدن چوپان در این مکان شما بودید؟ بخور غذا میکنه من بخور و اینا دود نمیکنه. چه بخوری دود کنه برای؟ نه بخور و اینا دود نمیکنه. آیا باعث ناپدید شدن چوپان در این مکان شما بودید؟ یا نرو بیرون بس بره نفرمو بگه تو احضار شروع کن. میخواد شم میخواد چی میخواد؟ نفرمو بگه نیاز نیست. انصراف چی؟ یه انصراف به اون مکان میزنم که لاغل فقط بتون کار خودمون انجام بدیم. هر اتفاقی هم که افتاد بیرون نمیرید. ما الان فقط انصراف به اون مکان انجام بدیم تا بتونم بعدش یه ارزاری بزنم و دعوت کنم از یه افریت خیلی قوی در واقع اصلا دعوت کنم تا بتونه باش مقابله داشته باشه. خیلی خود ما رو نگیری بعد. نه فعلا که تو منزله اون فعلا شروع کنی انصراف خوندن بیرون نرید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بدو مهدی. من داخلم دقت نکنید بچه ها بدش شروع شد. از کجا بفهمید چه اتفاقی نرو بیرون برم چی داداش نمیبینی وضعیتو؟ اولین ببینیم بالاخره چی شده یا نه. کجا صداش آروم میشه دیگه. اگه بس کنن صداش آروم میشه. نمیتونی این کار کنی که بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انصراف الان از کجا باید بفهمیم؟ تو الان موجودی که هزار زدم بعد چیز کنی کجا داریم؟ آنجا باشه مهدی کجا داری میری؟ اینجا میتونی بیا بیده بچه ها. الان از کجا متوجه شد؟ صرف کن وسایل من اینجا باید به سوازه هست بچه ها بیرون متوجه میشید.
بعد تمام سعی کردن انجام بدیم. بچه‌ها بله فاصله میریم بیرون. همونطوری که دوربینا رو کاشتیم دوربینا رو برمی‌داریم میریم بیرون. بریم ما به سر فرصت این اونجا یه بار دیگه چک کنیم ببینیم باز میاد تو بگیر دوربین رو بگیر دوربین رو بگیر. بیا ها یه لحظه وایسین. خب امنه مهدی اینجا الان امنه. ما الان از ساختمون اومدیم بیرون بچه‌ها. خب ما مجبوریم که زودتر کات بدیم. ما دوربینمون از دست دادیم، چراغ‌قوامون از دست دادیم. خیلی اینجا واقعا وحشتناک بود. من اعتراف می‌کنم اینو واقعا. و اینکه ما در حد توانمون سعی کردیم اینجا رو فعلا پاکسازی انجام بدیم چون نمیدونستیم با چه چیزی قرار مواجه باشیم و حتما برمیگردیم دوباره بهتونم اطلاع میدیم توی ویدیوهای بعدی که اینجا دقیقاً چی شده، چه اتفاقاتی با دوباره قرار براش بیفته. خیلی شاکریم. خدافظ. چه اینجوری؟ بچه‌ها میگه همه جا با هم دیگه پخش بده، یک جا بوده نبود. من اومدم وسیله رو گرفتم همه چی سر جاش بود. اینجا اصلا آمار نداشتیم، نمی‌دونیم چه اتفاقایی داره میفته. دوربین اونور چی؟ دوربین اونور. بریم.